از آفرینش یعنی آدم تا روز قیامت هیچ امر، هیچ فتنه بزرگتر از فتنه دجال نیست. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. دجال رسول اکرم بیان کردن ظهور میکند از بین عراق و از بین دولت شام. ای امتان من، تمام شکل و خصلت‌های دجال را برای شما چنان معین و چنان خبر میدهم که هیچ پیغمبری مثل من بر شما خبر دادگی نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد این اوصافشه، هیچ نکنید. در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. در مدینه منوره نیز آغاز هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله مسئله پیش آمد که بعد از صحبت‌های دجال به این صورت اون موضوع مطرح شد. در مدینه منوره از خانواده یهودی یه پسر به وجود آمد. این پسر از روز به وجود آمد خیلی فوق‌العاده رشد می‌کرد و حالت استثنایی داشت. در 2 سالگی به اندازه یک انسان 6-7 ساله بود و در 4 سالگی درست در حد یک انسان 14-15 ساله بود. نه تنها رشد جسمیش خوب بود، خیلی هم هوش و فراست داشت، خیلی خوب می‌فهمید و تا حدودی غیبگویی هم میکرد و غیبگویی‌هایش هم درست از آب در میآمد. مثلا کسی میگفت من چه به دل دارم، او فوراً میگفت تو فلان چیز به دل داری. در رسول الله صلی الله علیه و آله چند بار گفتند که این موجود است، تا از بس اصرار کردند صلی الله علیه و آله یک روز با جمعی از یاران به خانه اون یهودی رفت تا اون موجود را، اون جوان استثنایی را ببیند. اسم این پسر ابن صیاد بود، ابن صیاد. حالا دارم خودش هم اسمی داشته ولی به نام ابن صیاد در تاریخ معروف است. وقتی حضرت وارد خانه‌شون شد، او زیر درخت نخل نشسته بود، زیر چادر یا ملافه بود و همهمه میکرد. حضرت صلی الله علیه و آله خود را در فرای درخت گرفت تا برود از نزدیک ببیند او چه میکند، چه میگوید، این زمزمه از چیست. اما مادر پسر به طرف او رفت و گفت ای پسر بلند شو که ابوالقاسم تشریف آورده. یهودیان به رسول الله میگفتن ابوالقاسم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمان خودش در حیات شریفش به 3 نمونه خطاب میشد. مسلمان میگفتن یا رسول الله، منافقان میگفتن یا محمد، یهود میگفت یا ابوالقاسم. 3 خطاب برای رسول الله بود. زن یهودی به پسرش گفت پسرم بلند شو که ابوالقاسم آمده. ابن صیاد هراس برداشته، پتو را بیرون انداخت و راست می‌افتاد. حضرت صلی الله علیه و آله به آنان فرمود اگر مادرش اجازه داده بود که شنیده بودم چه میگوید، بهتر میتوانستیم سرش کشف کنیم و بدانیم چه موجودی در چه خطی است. بعد به حضرت گفتن یا رسول الله شما هر چه در نظر بگیرید در دل بگیرید و میفهمد. حضرت فرمود که من چه به دل دارم الان؟ ابن سعید گفت که دخ دخ دخ. حضرت فرمود اخسأ ولا تزد. بعد فرمود ملهمش الهام بخش شیطان است. من به دل گرفتم یوم تأتی السماء بدخان مبین، فقط دخش گرفته بود. یوم تأتی السماء بدخان مبین، یک آیه از قرآن دیگه. 3 بار گفت دخ. بعد حضرت او فرمود اون چی میبینی در تاریکی میبینی یا در روشنایی؟ ابن سعود گفت در تاریکی. حضرت فرمود اگر فرشته بود در روشنایی میدید، این شیطان است که در تاریکی میبیند. حضرت عمر گفت یا رسول الله این همون دجال است، اجازه بده تا او را بکشم. رسول الله فرمود این یکنه فلن تسلط علیه و الا یکنه فلا خیر لك فی قتله. یعنی اگر او باشد تو نمیتوانی او را بکشی، اگر او نباشد مصلحتی نیست در کشتنش. ابن صیاد در مدینه بود، بزرگ شد، ازدواج کرد و همون حالت استثنایی و غیر عادی خودش را داشت. یک روز با عبدالله ابن عمر در کوچه روبرو شد. عبدالله به او پرخاش کرد، این آقا عصبانی شد، بزرگ شد که کوچه تنگ بست. بچه‌ها فرار کردند، رفتن به حفصه ام المؤمنین خبر دادن که عبدالله درگیر شده با ابن صیاد و مردم ترسانیده. ام المؤمنین عبدالله را طلبید و گفت تو از رسول الله نمیتوانی غیورتر باشی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حیاتش او را دیده و مزاحم او نشده، حق نداره مزاحم او بشه. یک بار نیز از مکه به مدینه می آمد، در وسط راه زیر درختی استراحت کرده بود. همون صحبت از دجالینا شد، بهش گفتن تو دجالی. عصبانی شد، مردم از او فرار کردند تا بعد به حال عادی برگشت
نشست و صحبت کرد برای مردم. گفت شما چرا حرف بیخود میزنید؟ چطور من دجال هستم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده دجال در مدینه نمی آید. من در مدینه تولد شدم و الان در مدینه هستم. رسول الله فرموده دجال میگوید من خدایم، من بنده خودم و جای خدایی هم ندارم. رسول الله فرموده دجال به مکه نمی رود. من الان رفتم مکه عمره آوردم، حج کردم، از مکه برمیگردم، کجای من دجال هستم؟ استدلال خود ابن سیاد بود. ابن سیاد تا واقع حره سال 62 هجری در مدینه منوره بود. بعد از حادثه قتل عام مدینه به نام واقع حره هیچ خبری از ابن سیاد نشد. در قتل عام مردم مدینه منوره حداقل 4-5 هزار نفر کشته شدند و معلوم نشد ابن سیاد در اونجا کشته شده یا اینکه فرار کرده. تمیم داری که یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است چنین حکایه میکنه که با کشتی سفر میکردیم و ناگهان طوفان شدیدی کشتی ما را زد و راهمان را گم کردیم که بالاخره به یک جزیره رسیدیم. بعد از اینکه از کشتی به جزیره پایین شدیم یک حیوانی به طرف ما آمد که بدنش پر از موی بود، یعنی خیلی زیاد موی داشت. نزد ما آمد و از اون خیلی می ترسیدیم، واقعا وحشتناک بود و گفتیم ویلکی ما انتی، یعنی چه رقم یک حیوان هستی تو؟ آن حیوان برای ما حرف زد و گفت انا الجساسه، یعنی من جساسه هستم. ما گفتیم و ما الجساسه، جساسه یعنی چی؟ گفت ایها القوم، ای مردم، ای قوم، بیایی همراه من نزد این مردی که در دیر منتظر شما هست بیایی که مشتاقانه منتظر خبرهای شما هست. دیر یک معبد که جایی که عبادت میشه. بالاخره همراه ازی به معبد رسیدیم و در آنجا یک چیز خیلی عجیبی را دیدیم که یک مرد خیلی ها قوی دستانش به گردن و گردنش همراه با دستانش به زانوهایش توسط زنجیر بسته است و هیچ حرکتی کرده نمیتواند. یک مرد خیلی ها ترسناک بود و از اون می ترسیدیم و در نزد از او خود را امن احساس نمی کردیم و از او پرسان کردیم تو دیگه چی هستی؟ آن مرد گفت دست و پای من با زنجیر بسته است و شما می توانید به من ضرر برسانید، اما من نمی توانم به شما ضرری برسانم چون که دست من با زنجیر بسته است. اصلا حق من است که از شما بپرسم که شما کی هستید؟ پس برایش جواب دادیم که ما مردمانی از غرب هستیم که طوفان شدیدی کشتی ما را گمراه ساخت و اینجا آمدیم و این حیوان ما را نزد تو آورد. پس از این آن مرد برای ما سخن گفت. آن مرد گفت برایم در مورد درخت‌های خرمای بیسان بگویید. آیا آنجا درخت‌های خرما که دارای خیلی خرمای زیاد باشه وجود داره؟ گفتیم هدفت از این پرسش چی است؟ یعنی چرا میخوایی بدانی؟ دوباره پرسان کرد، گفت آیا آنجا درخت‌های خرما که دارای خرمای زیاد باشه وجود داره و یا نه؟ گفتیم بله زیاد وجود داره. قسمی که میدانیم از تمام جای کرده هم زیاد وجود داره. سپس گفت بزودی درخت‌های خرمای آنجا خشک خواهد شد و دوباره میوه نخواهد داد. و دوباره پرسان کرد برایم در مورد بحیره الطبریه بگویید. بحیره الطبریه دریای طبریه که در نزدیکی شام هست. گفتیم در مورد آن چی میخواهی بدانی؟ گفت که آیا این دریا آب دارد و یا نه خیر؟ گفتیم بله آب زیاد دارد. گفت که زمانی می شود که آب این دریا خشک خواهد شد و دوباره آب نخواهد داشت. و دیگه هم گفت که برایم در مورد چشمه‌ای به نام زغر بگویید. آیا آن چشمه دارای آب زیاد است و مردم در اطرافش کشتزار میکنن؟ گفتیم بله مردم در اطرافش کشتزار میکنن و دارای خیلی ها زیاد آب میباشد و حاصلات آنجا خیلی خوب هم است. و در مورد پیامبری که امی هست برایم بگویید. امی یعنی کسی که نوشتن و خواندن بلد نباشه. گفتیم او از مکه برآمده و از مکه به یثرب یعنی به مدینه رفته است. گفت آیا مردمش با وی مخالفت کردند؟ گفتیم بله مردم خودش با او مخالفت کردند و سپس مردم مدینه از او اطاعت کردند و نزد آنها زندگی میکنند. پس آن مرد گفت
برای آن عده مردمی که از او اطاعت میکنند بهتر است که اطاعت از وی را ادامه بدهند. و حالا در مورد خودم برایتان میگویم: اینی انا المسیح، من مسیح هستم. با زودترین فرصت نظر به علایم بیرون خواهم شد و به تمام نقاط روی زمین خواهم رفت مگر به مدینه و مکه که این هر دو شهر برای من شده است و نمیتوانم داخل شوم. صحابه پیغمبر خدا میگویند روز پیغمبر خدا بالای منبر برآمدند و چنان یک تصویر از آمدن دجال کردن، چنان یک خوب بیان کردن، حتی که ما ترسیدیم از مسجد بیرون شویم. فکر کردیم که در بیرون مسجد دجال منتظر ماست. چند روز از بین میگذشت. صحابه ها غمگین بودند. پیغمبر خدا از آنها پرسید چرا غمگین هستین؟ از چه حالت؟ گفتند پیغمبر خدا از روزی که دجال را برای ما خبر دادی، آمدن او را برای ما آگاه کردی، عملهای او را ما فهمیدیم، یک وهم بر بالای ما آمدگی هست که حتی گمان میکنیم یا این ساعت یا ساعت دیگر دجال بالای ما هجوم میکنه. رسول اکرم گفتند ای اصحاب من، تا زمانی که من در بین شما هستم شما از دجال نترسید، زیرا اگر دجال این لحظه ها برایت این بدبخت، من با او مقابله میکنم و یا من شکست میدهم. لیکن رسول اکرم چی گفتند؟ این مما اخاف علیکم من بعدی من زهرت دنیا و زینتها. لکن از دجال دیده ای امت من بر شما از این لذت دنیا میترسم. از دجال دیده من میترسم که بعد سر من این دنیا شما را فریفته میکند، شما را از راهی حق برای ناحق میبرد. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین. برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد. خود پیامبر جز علامات نزدیک شدن قیامته، ولی الان 1000 خورده سال گذشته. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره با همه مردم صحبت میکنه. رسول الله گفتند وقتی که این دجال، این فساد کننده عالم برآید، خیلی جوانی تنومند هست و موی سر او جنگیله هست، دعوا میکند، میگوید من خدای یک و یگانه هستم و انه اعور. پیغمبر خدا گفتند وقتی وی میبراید جوان تنومند، مویهای سر جنگیله و پس سر او با روایت مسلم هم میآید که بسته شده است، مثل بعضی از همون مویهایی که از پس سر کاکل میکنند، بسته شده است و وی دعوا میکند خداست. وی خدا نیست، انه اعور، وی کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبر خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواه با سواد باشین خواه بی سواد باشین نویسانده شده است همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف، ف، ر، خودش کافر می دهد، تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد می کند. هر محله که داخل می شود زنهای اونها را تجاوز می کند، فرزندهای اونها را گمراه می کند و به سوی خود دعوت می کند. اونها در حال قبول می کنند. گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها شو در این طرف عذاب آتش میبینید. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش میپرتاید، کسی که ایمان می آرد و در جنتش میپرتاید. پیغمبر خدا گفتند شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، جنتش اختیار نکنید که وای دوزخ است. اگر شما بخواهید گفت امت من از این مکر و
اصلا دجال گفته چی را میگویند؟ من برای شما لغت دجال: فریبکار، فریبگر، مکار، شیطان را دجال میگویند. در ما و شما دجال های زیاد برآمد. مردم از راه اسلام خدا ترسی پس گرداندند، اونها هم دجال ها بودند. حتی رسول اکرم گفتند لن تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلهم یزعم انه رسول الله. تا این دجال کلانی 30 دجال دیگر گفت پیغمبری خدا می براید که هر کدامی او دعوا میکنند که ما پیغمبری خدا هستیم، حال آنکه اونها پیغمبر نیستند، اونها دجال هستند. دجال های زیاد ما و شما، خدا را شکر که ما و شما چندین دجال ها را زیر خاک در دوزخ سپاریدیم. باز دجال های دیگر امروز در دولت های غرب حکمرانی دارند، اینا هم دجال هستند. پیغمبری خدا گفتند دوزخش اختیار کنید و جنت است. مغیره میگوید هیچ کس مثل من از پیغمبری خدا در باب دجال بسیار سوال نمی کرد. از او پرسان کردم پیغمبری خدا، میگویند دجال همراه خود یک کوه پر از غذا و نان دارد، آیا حق است؟ گفت بله حق است. وای به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان میارد از این غذا بر اونها عطا میکنند. مثل امروز ما و شما را یاردم ها میتن، بعضی یاردمی که خالصانه و بشردوستانه باشد میلش، لکن یاردم هایی که برای تبلیغ دین نصرانی و دین یهودی باشد او حرام برای ما و شماست. خدایا از این ما به سوی تو پناه طلب میکنیم. کوهی از غذا دارد، ایمان میاری مرحمت گیر، ایمان نمیاری در دوزخ قتل میکنند میپرتاید. هر جایی که ایمان میارد میگد اون سرزمین همه سبزگار میشود، تمامی میوه ها میوه میاندازند. دجال آسمان امر میکرده است ببار، میباریده است. زمین را میگفته است برویان. شاید که با این قدر سحر اکثر مردم رجوع به سوی این دجال کند. امروز بسیاری از جوانای ما و شما که از گفتن هم مانده شدیم یک فالبین باور میکند. پس دجال به این قدر بزرگی و به این قدر سحر و جادو و چل باور نمیکند. باور میکند که این همون خداست. نعوذ بالله. وقتی میگد به پیش یک ساحل میگذرد، به پیش یک دریا همین دجال میگذرد، چی میگفت است؟ اخرج کنوزکی، ای دریا چیزی که در داخلت از دولت و سولت و چیزهای قیمت بهاداری همش بیرون بردار. همش بیرون برداشته میشد است. از پسش میگد مثل سگی که از پسی صاحبش میرود، مثل از پسی دجال همین تمام دولت و سولت حرکت میکرده است. این سحر بین، این حالت ببین. مغیره میگوید پرسان کردم پیغمبری خدا این با این قدر سحر کلان شما گفته تمام دنیا را دور میزند غیر مکه و غیر مدینه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن. اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن. بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. رسول الله حرکتش چگونه هست؟ پیغمبر گفتند چگونه که از پس یک ابر بهاری باد سخت میوزد ابر چگونه حرکت میکند، این دجال حرکتش همچنان است. از رسول الله سوال کردند با این قدر فساد و با این قدر سحری که دارد حیاتش چند روز است؟ چند روز حیات داشته باشد؟ رسول الله گفتند 40 روز. همگی 40 روز در روی دنیا گفتیم باقی میماند. برادرای عزیز این افسانه نه، این حکایه نیست، این حقیقت است. از پیغمبری صادق، از پیغمبری که خداوند در سوره نجم او را بیان میکند و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این محمدی که در بین شماست هیچ سخن نمیگوید تا اگر من بر او کس فرمان ندهم. این پیغمبر سخنی مرا میگوید و افسانه برای شما نمیگوید. 40 روز گفت در روی زمین حیات دارد. لکن رسول الله بیان کردند یکم روزش گفت مثل سال است. یک روزی اولش گفتند مثل گویا که یک سال. چگونه ای که ما و شما 365 روز در یک سال حیات داریم، مثل همین دراز میکشد. دویم روزش پیغمبری خدا گفتند مثل یک ماه است.
سیوم روزش گفتن مثل یک هفته است، باقی 37 روزش مثل روزهای ما و شماست بود. همگی حساب کردم 1 سال و 2 ماه و 14 روز را تشکیل میداد است. در این 1 سال و 2 ماه و 14 روز تمام دنیا را فساد میکند. وقتی میگد میآید در ریگزارهای مدینه در وقتی که میرسد، مادامی که برای دجال داخل شدن مکه و مدینه هیچ شرایطی ندارد، زیرا فرشته ها در پاسبانی این دو شهر مقدس ایستادگی هستند، میگوید مکه و مدینه 3 بار زمین جنبی سخت می شود. تمام کافرها میگد گمان میکنند که این زمان یا زمان دیگر این شهرها بالای اونها چپه می شود و اونها از این مکان چکار میکنند؟ از این مکان بیرون میبرایند. کافر و منافق همه بیرون از مدینه و مکه میشوند و به نزد دجال آمده ایمان میارند. مکه و مدینه خالی از منافق و از کافر میشود. در داخلش فقط مؤمن ها و مسلمان های حقانی میمانند و دیگر اینها را چکار میکند؟ خداوند جداشون میکند. امروز شما اگر مکه و مدینه سفر کنید، بعضی از حاجی هایی که نام حاجگی را حرام کردگی هستند، اونها را میبینیم که در این سرزمین های مقدس با همون عمل های منافقی و کافری خودشان با تمامی کردارهای ناخوب دست زده ایستادند. لیکن ما و شما آنها را نمیشناسیم، کدامش کافر کدامش منافق است. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. البته آدم ناپاک، آدمی که به قدر حج نمیرسد، به قدر اون مکان مقدس نمیرسد، وقتی بیاید همون خر است. همون عادتهای نامعقول و منافقانش همون عادتها باقی میماند. رسول الله گفتند 3 بار تکان میخورد. این 3 بار مثل که از ایلک چگونه ای که آرد بیخته می شود و چرکی او جدا کرده می شود، این چرک ها همه به نزد دجال می آیند و به دجال ایمان می آرند. حتی رسول اکرم گفتند از همین مدینه یک جوان گفتند نزد همین دجال می آید. پاسبان های دجال این جوان می بینند، می گویند آیا به خدای ما ایمان می آری؟ می گوید نه، من بر خدای شما ایمان نمی آرم. آنها این جوان می دارند و نزد خدای خود دجال می برند. دجال وقتی این جوان می بیند می گوید بر من ایمان می آری؟ اتؤمنو بی؟ ایمانی بر من می آری؟ می گوید نه، من بر تو ایمان نمی آرم. می گوید بر پشت بخوابانینش، عذابش دهین. وقتی عذابش می دهند از جاش می خیزانند، ایمان می آری بر من که من خدا هستم؟ این جوان می گوید نه، من ایمان نمی آرم بر تو، تو دجال هستی. وقتی این سخن دجال می شنود، به جانب همون کسانی که در اطرافش جمع شدن ایمان آوردن می گوید اگر این جوان را الحال من 2 پاره کنم و باز این را 1 جا کنم، آیا شما را باوریتان به خدا بدن من زیاد می شود؟ میگویم بله زیاد می شود. جوان به پشت می خوابانند. رسول اکرم حکایت دارد و از تاری سرش میگد دجال تا پایان پا 2 پاره میکند و باز فرمان میدهد قم، خیز از جات. میگد این 2 بریده شده 1 جا میشود، این جوان از جای خود میخیزد. این سحر بینین. دجال میپرسد اکنون بر من ایمان آوردی؟ میگوید اکنون من دانستم که تو همون دجال هستی که پیغمبری خدا خبری تو را بر ما دادگی هست. اکنون من حس کردم که همون دجالی که پیغمبری خدا برای ما حکایت کرده بود، برای من معین شد که تو همون دجال هستی.